بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که تا این روز تونسته باشید که قصه های یاران رسول الله یا سیمای صحابه رو تعقیب کرده باشید. هدف ما از این داستان ها آگاهی نسل جوان ما، نوجوانان و جوانان ما با سیرت یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. به تبع همه شما بینندگان در هر کجا که هستید، چون آدم فراموش میکنه. حتی خود من وقتی که اینها رو با اینکه بارها و بارها این قصه ها و داستان ها رو گاهی خوندم تو این سالها، ولی باز انسان فراموش میکنه و این یادآوری به نوعی تجدید ایمان هم برای ما هست، به نوعی درس هم در این زندگی ها وجود داره، هرچند که ما خیلی مختصر و ساده به اینها نگاه میکنیم. امروز میخوایم داستان ثابت بن قیس انصاری رو با هم بخونیم. کسی که نقل شده این شخصیتیه که بعد از مرگش وصیت میکنه، بعد از اینکه میمیره وصیت میکنه و وصیتش بعد از مرگ اجرا میشه. خب چیز عجیبی است. کسی میمیره و بعد از مرگ وصیت میکنه. آیا چنین کاری شدنی هست یا نه؟ باید ببینیم داستان چی هست. ثابت بن قیس انصاری از بزرگان خزرج در مدینه هست و از افراد مورد توجهیه که در مدینه همه به عنوان رجال و شخصیت‌های شناخته شده و قابل احترام یاد می‌کردن این رو. و آدم باهوشی هست، با ذکاوتیه، آدم خوش صحبت، صدای بلندی هم ایشون داشت. وقتی صحبت می‌کرد کاملا همه صدای ایشون رو میشنیدن و میتونست به راحتی کاری بکنه که صداش بر اون فضا مسلط بشه و کسی نگه که من صداشو نشنیدم یا نفهمیدم. خب ادیب هم بود و بالاخره یه سری ویژگی هایی که خیلی از افراد شاخص در اون زمان در عرب جاهلی داشتن. همه اینها رو که تازه بذاریم کنار، ایشون جز اولین سابقینی هستن و اولی هستن که در مدینه مسلمان شدن. جز اولین کسانیه که به دست مصعب بن عمیر سفیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مدینه مسلمان میشه و مستقیما آیات الهی رو از زبان و قلب و روح مصعب بن عمیر رضی الله عنه که شاگرد پیامبر دریافت میکنه و این تمام وجودش با آیات الهی، گوش و چشم و زبانش و همه اینا قلبش همراه میشه. به گونه ای که دیگه ایشون میشه که جز بهترین کسانی بود که در اون زمان در جلسات مصعب بن عمیر می نشست و خب ایشون مسلمان میشه و این اسلام هم سبب میشه که جو در بیعت عقبه اونجا بیاد به دیدن پیامبر، با پیامبر بیعت بکنه و جزو کسانی، اولین کسانی باشه که برای استقبال پیامبر حاضر میشه زمانی که پیامبر هجرت میکنه به مدینه. و جالب اینجاست که وقتی پیامبر هم میاد، ایشون هم شروع میکنه در برای پیامبر خیلی سخنرانی بلیغ و خوبی رو شروع میکنه، حمد خدا رو میگه و تعریف میکنه از خدا. میگه طبق چیزی که در احادیث مثلا در خطابه دینی هست و درود بر پیامبر خدا میگه در همون جریان و میگه سخنش هم اینجوری پایان میرسونه: انا نعاهدک یا رسول الله. صدای بلندی داشت که همش ما با تو عهد و پیمان میبندیم ای رسول خدا که الان ان نمنعک مما نمنع منه انفسنا، که از هر آنچه که خودمون رو باز میداریم حفاظت میکنیم تو رو حفظ بکنیم، از هر آنچه که اولادمون رو حفظ میکنیم تو رو حفاظت بکنیم، از هر آنچه که همسرانمون رو حفظ میکنیم تو رو حفاظت بکنیم. و بعد از این دیگه ما چه میخوایم داشته باشیم؟ ما یعنی تو از ما هستی و ما از تو هستیم و ما تمام وجودمون رو برای این فراهم خواهیم کرد. بعد گفت یا رسول الله حالا که اینجوریه، ما تا این حد کنار شما هستیم، شما چی به ما در ازای میدید؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود بهشت رو من خداوند تضمین میکنه بهتون بده. میگه که به مجردی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سخن رو گفت، چهره های همه انصار روشن شد، کسایی که برای بیعت اومده بودن، و خوشحالی بر تمام وجودشون غلبه کرد. گفتن رضینا یا رسول الله، ما راضی هستیم بعد اینکه تو از این بیشتر که نمیخوایم، رضینا یا رسول الله، راضی هستیم به این. از اون روز به بعد دیگه ثابت بن قیس جزو کسانی بود که خطیب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. همون گونه که حسان بن ثابت شاعر رسول خدا بود، ثابت بن قیس هم خطیب پیامبر بود. وقتی که یه هیئتی از عرب می اومد، چون عرب رسم داشت معمولا یک سخنور داشت، شاعر داشت، سخنور صحبت میکرد و اون فخر فروشی ها و مفاخر خودش رو با بهترین زیباترین حالات ارائه میداد.
و یک شاعر هم همینجوری. خب پیامبر صلی الله علیه و آله همین گونه بود. وقتی قبایلی می اومدند و سخنوری میکردند و کلام میگفتند و بالاخره مطالبی رو مطرح میکردند، از اون ور پیامبر خب میگفت ثابت تو بلند شد، ثابت هم بلند میشد و سخنوری میکرد مثل یک سخنور کامل و مسلط. کاملا اونها متاثر میشدند. یا میگفت حسان پاشو تو شعر بخون، حسان پا میشد شعر میخوند. اینها مواردی که تو تاریخ عربا اگه بخونید شما کاملا متوجه میشید، به لذت ها و زیبایی های این مسئله میتونید پی ببرید. ثابت بن قیس از نظر ایمان کاملا قلبش مطمئن به ایمان بود، از عمق وجودش ایمان داشت و انسان با تقوا و پرهیزگاری بود و به شدت از خدا هم ترس داشت در وجود خودش و ذات خودش و همیشه میترسید مبادا اتفاقی بیفته که خداوند به اون خشم بگیره. یه اتفاقی افتاد. یه روز رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت بن قیس رو دید که همینجوری وجودش میلرزه، شونه هاش از ترس داره تکون میخوره و یک حالت وحشتی درش پدید اومده، یک وحشت و خشیت، یک حالت خاصی. پیامبر بهش گفت یا ابا محمد اسم ثابت بن قیس هست، یا ابا محمد چی شده، برات چه اتفاقی افتاده؟ گفت یا رسول الله میترسم که هلاک بشم. یا رسول الله من میترسم که هلاک بشم. گفت مگه چی شده؟ گفت خب شما آیات قرآن خوندید و خداوند ما رو منع کرده از اینکه صدامون رو بلند بکنیم. ببخشید اینجا من مسئله رو واسه لحظه حواسم رو بود. خدا ما رو بند کرده که ما تعریف بشیم از اون کاری رو که تا به حال انجام ندادیم. یعنی نیا کنید گاهی قرآن میگه یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یعنی دوست داشته باشن که تعریف بشن از اون کاری که انجام ندادن. و من گاهی میترسم که این حالت در این پدید اومده باشه و من نمیخوام آدم فخر فروش و متکبری باشم که دیگران از من تعریف بکنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت نه نترس، این گونه نیست، شما این گونه نیست. اینه کمی دلداری داد و فلان. گفت دوست داری که زندگی خوب و پاکی داشته باشی یا ثابت الا تردا ان تعیش حمیدن، زندگی خوبی داشته باشی و تقتل شهیدن و شهید از این دنیا بری و تدخل الجنت و وارد بهشت بشی. یا کنید این حسی بود که یاران رسول الله داشتن. گاهی بدین افراد انسان گاهی مثلا عبادت میکنه میبینید دوچار یک غرور و فریب میشه. چجوری بگم، یک حالت فخر فروشی، یک حالت از خود ممنونی، یک حالت از خود متکبری، یک حالت خاصی گازی انسان به خودش دست میده، فکر میکنه دیگه مثلا همه میگن نگاه کن چقدر آدم خوبیه فلان. این به مجردی که این حالت میبینین تو یاران رسول الله پیش اومده، ببینین حالت میاد پیش رسول الله اصلا نمیتونن خودشون نگردانن، ترس و وحشتی که چون میدونن آیات الهی واقعیه، آیات رو فقط همینجوری تلاوت نمیکردن، درک میکردن. وقتی خب پیامبر اینو آرام کرد به این حرف رو بهش زد، نه آرامش داشته باشید، شما جز اون گروه ها نیستید. اینجا بود که ثابت بن قیس چهرهش روشن شد و خوشحال شد که برای رسول الله دوست دارم زندگی خوب داشته باشم، دوست دارم که شهید بشم و دوست دارم که وارد بهشت بشم. پیامبر گفت نه ناراحت نشو، حالا اینجوری شاید برای تو خواهد شد، هیچ نگرانی نداشته باش، این همون چیزیه که برای تو پیش آمده و خواهد شد. حالا این گذشت تا اینکه آیاتی از سوره حجرات نازل شد که خدا رو به مؤمنان کرد یا ای الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یعنی ای مسلمانان صداتون رو از صدای پیامبر بلندتر نکنید، تون صحبت نکنید که مثل که دارید با هم دیگه صحبت میکنید. وقتی با پیامبر به گونه‌ای صحبت نکنید که مثل که شما دو نفره احترام پیامبر رو نگه دارید، بالاخره پیامبر خداست و سعی کنید که در برابر پیامبر تواضع رو نگه دارید و اگر شما این کارو نکنید، رعایت نکنید، اعمالتون برباد میره. یه نکته رو داشته باشید، چرا این آیات نازل میشه؟ این آیات نازل شد که اگه صداشو بلند کرد یعنی دیگه رفت به جهنم. نه، این آیات نشون میده آموزشه. آیات قرآن، احادیث پیامبر، وقایعی که در دوران صدر اسلام هست، قدم به قدم هم پیامبر و هم شاگردانش آموزش میده که اینها یاد بگیرن به آداب و اون فرهنگ قرآنی چیکار بشن، چنگ بزنن، تیاب ملتزم بشن و خودشون رو شکل بدن. بحث اسرا پیش میاد، بحث فرض کنید تهمت پیش میاد، بحث خیلی موارد شما نگاه کنید، اینا گام به گام داره این مسائل آموزش داده میشه تا افراد بفهمن، تا بتونن خودشون تحت اون تربیت و اون آموزش قرار بدن. و این همون نکته هست. برخی میان میگن نه آقا اینجوری شده، کسی که اینجوری که صداشو بلند کرده پس نه. خب این قرآن اومده برای اینکه اصلاح بکنه، قرآن اومده برای اینکه اصلاح بکنه. قرآن میاد اشاره میکنه
حتی به پیامبر میگه تو چرا مثلا به ثروتمندا توجه میکنی، مثلا به اون فقیر و کور توجه نکردی؟ این آموزشه، این تعلیم هست. دقت میکنید؟ این تعلیم هست. در وقتی در مورد سوره، در مورد تهمت به ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها مطرح میشه، خب هنوز مسلمان ها تعلیم ندیدن، آموزش ندیدن این مفاهیم رو. منافقی میاد تهمتی میزنه، تهمت دهان به دهان میچرخه تا جایی که ام المؤمنین عایشه به خونه پدرش فرستاده میشه تا ببینن خدا چی میگه، تصمیم چی میشه. وقتی آیات الهی نازل میشه که اشاره میکنه که در مورد این مسائلی که زده میشه اگر سخنی هست، چیزی هست، بعد 4 تا شهادت بدن، اگه شهادت ندن همه حد میخورن، فلان میشن، رحمت خدا شامل حال میشه، این نشون دهنده اینه که ما بفهمیم. یا کنید صحابه پیامبر گام به گام، حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، چون پیامبر هم که خدا میگه تو نمیدونی کتاب چیه، ایمان چیه، دارن گام به گام با آیات الهی رشد پیدا میکنن و پرورش پیدا میکنن. پس بحث یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی هم در همین سلسله موارد هست، آموزش هایی که باید صحابه یاد بگیرن. خب تا همینجا داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو میذاریم برای جلسه بعد، ببینیم خب چه اتفاقی افتاد بعد از نزول این آیه قرآن. خب در پناه خدا باشید، خداوند یار و نگهدارتون باشه.